ها؟ بگو برات کی داد؟ اما قدر تنهایی برات کافی نیست؟ سفدا علم است. یک دفعه دور بخو. به خاطر سفدا هرچی که کنم بازم کم است. اگه مدیر تجاری شدن بیناموسی است. باز عروسی دخترتان امرای کسی که قرضدارش هستین با ناموسی است پدر. پیش هر کسی اقدر خدا کم نبیار. بس است مادر، بس است. آی سفدا جان کم از عقلت کار بگی. او آدم بسیار پول دار از جانه. وقتی میخوای امرای عروسی کنه باز قبول کو. اگه فکر میکردی که به تفاهم نمیرسین و با هم زندگی کردن نمیتونین با طلاق بگی. من نمیگم کل عمر همراهش باش. دیروز من یک خبر خواندم. یک خانم چند روز از عروسیش دیر شده بود طلاق گرفته. بسیار آسان. چتیات نگو توکچه. میمورم اما برای یک روزم خانمو نمیشم. اوف با من خو هیچ بد معلوم نمیشه. اگه من به جای تو میبودم یک دقیقه فکر نمیکردم. چطور یعنی؟ به خاطر پول امرای کسی که دوستش نداشتی عروسی میکردی؟ آی باندگه حال دقیقه من نباش. ده اصل کت پدرت چی میکنی؟ از او خدا نجات میتم. یک برداری شروع شوه. پول به دست بیارم. سینان و مادر مام از دست اون نجات میتم. مادرم است. بله مادر. سفدا کجاستی جان مادر؟ از تشویش مردم. خوب استم مادر، خوب استم. سیسما تو حالا کجاستی؟ در خانه توکچه هستم. امشب همینجا می باشم، تشویش نکنین. سینان خانه آمد یا نی؟ زنگ میزنم اما جواب نمیده. نامده تا هنوز نامده. بته که من امرای دخترم که بزنم زود با ما بته زود شو. بته چی شده سفدا؟ سفدا چیزی نشده. اینه بیگی بی همی که صدای تا شنید قد کد. کوکسال بیبی ده خانه توکچه است، پیش دوستش است. اوه 1000 بار شکر. صبا خانه میایم، ما او را قانع میسازم جانم. همراه آقا اویگارا عروسی میکنه. اما تو هم دیگه دختر ما آزار نته. روی تا خدا ببینه خیر است. میفهمی به خاطر مادرم جگرخون میشه. همیشه او دبین میمونه. بس از دیگه چی حال است؟ نه که به جنازه آمدی؟ زود شو بخیس میریم. اما کجا؟ میخواستم یک دوستم در کلاب رقص ببینم. وقتی تو زنگ زدی به عجله آمدم، حتی برش زنگام نزدم. حالا دیگه بریم. توکچه باور که حوصله ندارم. هیچ خوبم نیستم. میفهمی خب من در خانه میباشم، تو برو با دوستات لذت ببر. آی گپای ناخبان بخیس دیگه. بخه بریم. من هیچ خوب نیستم، باور کن. لطفاً تو برو لذت ببر. افسوس به تو، به خدا افسوس به تو. حالا مرا تنها میمونی؟ مرا چطور وجدانت قبول میکنه؟ باید تنها برم. حالا بخیس میریم. زود چو باش که برات یکان کالای مقبولم باتم. زود چو دیگه. زیاد مقبول شدی. دور بته که ببینمت. اینه ایام شد. آی زیاد مقبول شدی. بیخی بخیلیم آمد. باز چی شده؟ تشویش نکن، مویایتم جور میکنم. من یک بار به سینان زنگ بزنم، به تشویشش هستم. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. خاموش است. حتما چارچش خلاص شده. کلان آدم از تو هم دیگه قدر زود وار خطا نشو.
بیا دیگه زیاد نازدانگی نکن. حالا برو. موضوع چی است ودت؟ مواد از بین بردم. بیادر والله ما هیچ کاری نکردیم. پدرم کلش در کموت انداخت. حالی هم شاید بگویی که سر شوم انداخت. ها انداخت بیادر. با این قد و قوارد امروی مرش خندی میکنی اوشتوکک؟ نامت چی است؟ سینان. گوش کو چی میگم سینان. بیبی تفلک ستمند. ما در زندگی فقط یک آرزو داشتیم. وامی بود که صاحب تیاره شو، اما نشد دیگه. موفق شده نتانستم. فقط تانستم امی رستوران تجور کنم. چرا؟ به خاطر که مثل تو واری آدمای احمق آرزوی ما به خاک یکسان کردن. حاله یا امشب میری مال ما برم پس میری یا هم پولشه. پولش چقدر میشد ودت؟ 100,000 لیره. گفتین 100,000؟ شنیدی دیگه. گوش کنی کدام چالاکی نکنی. به از ما فرار کردن نمیتونی. اگه پیش کدام پلیس مولیس بری باز قبرت خودم میکنم. فهمیدی؟ گپا گرفته دیگه نه؟ آفرین. حالا دیگه رنگت گم کن. تو هنوز هم اینجا دب کردی. بخه برو دیگه. فقط تیاره پدرش باشه که اینجا 6 گو ساله. وداد ما چرا به یک قسم آدم های ناق مسئولیت دادیم؟ ها؟ تو همون تو گفتی پیلوت. امکان نداره. تو ایره بگی به انگر ببر. کاری کمی طول خود کشید. ایره قد کن. بله سینان، زنگ زدم. چرا موبایلت خاموش بود؟ خواهر چی شده؟ راستش من میال 100,000 کار دارم خواهر. چی؟ اگر پول مواد را که کلش پدرم در کموت انداخت نه امشب نبره مرا میکشن. تو چی گفته میری سینان؟ کی تو را میکشه؟ تو کجاستی؟ جای تا برام بگو. ما میایم همراه آدم ها گپ میزنم. خواهر چرا نمیفهمی؟ اینا گپ کس را گوش نمیکنن. سینان اونا کی هستن؟ چند دفعه است که پرسان میکنم. چرا برام نمیگی؟ یک نفر به نام پیلوت است. واقعا یک آدم بد است. های خواهر حالا شما بگین که من چی کنم؟ درست است. تو آرام باش. من آدرس تدوون کن. من اونجا پول برات میارم. سیفدا چی شده؟ تو خوب هستی نی؟ سینان زنگ زده بود. گفت که او را میکشن. گفت به 100,000 لیره ضرورت داره. چی؟ یعنی چی که میکشن؟ کی میکشه؟ نمیفهمم. یک نفر به نام پیلوت است. پیلوت. گفتی پیلوت؟ این دیگه چه قسم نام است؟ او کی است؟ حالی ایره بان که کی است و به 100,000 لیره ضرورت دارم. خب درست است، اما قدر پول از کجا پیدا کنیم؟ ما حتی 10,000 لیره هم نداریم.
پدرت؟ اگه از پدرت بخوایم چی؟ گفتی از پدرم اینقدر پول از کجا پیدا کنه؟ بی از او کار چیز به خاطر او شده. به این صورت برو از کسی که عاشقت هست بگی. فقط امو است که میتونه قدر پول برات بده. اما این امکان نداره. سیفدا مجبور هستی. دیگه از کی قدر پول گرفته میتونی؟ من میرم. کجا میری؟ صبر کن. نمیفهمم. سیفدا یک بار گوش کو چی میگم. پیش ازی که پشیمان شوی یک بار پیش او برو. بگیرید. شبتان بخیر. خوش آمدین خانم سیفدا. آقای گار خانه هستن. باید عاجل ببینمشان. خودشان خبر داره؟ نه. یک دقیقه ما برشان خبر میتم. بگو چی گپ است؟ آقای گار خانم سیفدا آمده. گفتی سیفدا آمده؟ میخوای عاجلم رای شما گپ بزنم. درست است. حالا زود داخل روانش کن. درست است رئیس. خانم سیفدا بفرمایید. بالاخره پیشم آمدی. خوش آمدی سیفدا. از روزی که دیده بودم تا امروز منتظر امی لحظه بودم. بیا اینجا بیشی. سر پای استاد نباش. چی میخوری؟ راستش من زیاد وقت ندارم آقا. من بسیار عاجل به 100,000 لیره قرض ضرورت دارم. او هم امی امشب. گفتی قرض؟ بله قرض. در زودترین فرصت پس میدم. پرسان کدام میتونم که ای پولا به خاطر چی میخوایی سیفدا؟ لطفاً پرسان نکنین. ای برام یک موضوع مهم است. راستش یک موضوع حیاتی است. بی سیفدا، بیازو پدرت به اندازه کافی از من قرضدار است. حالی دیگه چی مانا؟ یعنی که قرض نمیشه. اما بیازو برای چند دقیقه منتظر باش. بله سینان. خواهر اون نفرها باز زنگ زدن گفتن که وقتت کم است. اگه پول پیدا نکنه مرا میکشن. حقت حلال که خواهرم. چطیات نگو بیا در آرام باش. درست است من زود پول برات میارم تو منتظر باش.
ای پول از تو است. اگر پیشنهاد من قبول کنی باز کل داراییم از تو میشه. پیشنهادتان چیست آقا؟ از ما شو. همیاله وعده همینجا. تو چی گفت امیری ها؟ تو مرا چی فکر کردی؟ صبر کو چی میگم خواهش میکنم. همراه ما عروسی میکنی؟ قبول کو که خانم من میشی. تا آخر عمر تو رو خوش نگاه میکنم. انسان با کسی که میخوای عروسی کنه میگه پاره میزنه. تو هیچ نمیشرمی؟ زیاد منتظرت بودم سیفدا. هیلم کو مثل دیوانا عاشقت هستم. چی میکنی؟ دستت پس کن. دیگه تحمل کردن نمیتونم. کاسه صبرم لبریز شده. دیوانه شدی اون کار. هیلم کو بدون تو نفس کشیدن نمیتونم سیفدا. حتی یک لحظه بدون تو فکر کردن نمیتونم. چی میکنی؟ هیلم کو دوست دارم. هیلم کو هیلم کو. خانم سیفدا رئیس. بله صاحب. سیفدا کجاست؟ همین حال از پیش رو امتیاز شد رئیس. بده زود شو. پول من دزدی کرد. بدم که پول دزدی کرد. بس صبر کنه. خیرات است. سر رئیس ما حمله کرده و پولش دزدی کرده. فرار بکن فرار. حالا برو زود برو. سیفدا کجاست کوکسال؟ یک دوستش از به نام توکچه خانه او رفتن. توکچه آدرسش روان کن. آدرسش یک دقیقه. خیریه چی شده؟ آدرس توکچه را بده. آقا اویگار میخوایم. بله آقا از شما یک سوال دارم. سیفدا در اونجا پیش شما چی میکرد؟ پول من دزدی کرده. چی؟ پولتان دزدی کرد؟ چشمت روشن خانم خیریه. دخترت با دوزی کردنم شروع کرده. چی؟ دوزی چی؟ دختر ما در زندگی کار نمیکنه. دوزی چی ها؟ کده دگه کده بته. و حالا یک واقعه دزدی رخ داده. ما فکر میکنیم یکی از خانه های همین منطقه است.
یک دختر است. راستش ملا صاحب او دختر کمه، بازاری از هیچ، خوب دختر نیست. بازاری گفت. حالا بیادر جان تو به کارت برس. سر یک مرد به خاطر پول حمله کرده. شما دیدینش؟ نه خیر، ندیدیمش. درست است، مزاحمتان شدیم. شب بخیر. از شما. مولا صاحب خداوند از شما راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. حتی به خاطر من مجبور شدین دروغ بگوین. یک چیز دیگه، گپایی که گفتن کلش دروغ است. کلش تهمتای و انسان کثیف اویگار است. من دختر بد نیستم، هم بازاری هم نیستم. او دیگه چی مانا؟ آدم احمق. یعنی که دزدی نکردی مترس؟ نه مولا صاحب، دزدی چی؟ گفتم میتونیم که قرض گرفتم، مجبور شدم. به خاطر پول کم بود که بیادر خورده ما بکشن، از او خاطر. باز خب ما هم باید. زخمی شده. از داخل میرم براتون یکون چیز میارم. مولا صاحب، یک چیز دیگه چارجر دارین؟ باید به بیادرم زنگ بزنم، زیاد به تشویشش هستم. از موبایل استفاده نمی کنم. از موبایل استفاده نمی کنه؟ آی خدا. شما دا موتر برین. آقایگار به حوزه برین و شکایت کنین. مطمئن هستم پیداش میکنن. بسیار خوب آمر صاحب، بسیار خوب. درست. زمین چاک شده و دختر قرد که چی بالا؟ حتما که در اینجا سواز است که پاچ شده دیگه چی کنه؟ بی سارب، تا وقتی که سیفدار پیدا نکردین امشب هیچ کسی به خانش نمیره. خانه و دختر نامش توکچه است، اون باید زیر نظر داشته باشین. همه گیره باید خبر بدین. درست است رئیس. حالا نام ما اویگار ساریکایاست. تا که خانم آینده ما از اینجا پیدا نکردیم هیچ جای نمیرم. کلتون باید این گپا بفهمین. اگر زیاد اعصابم خراب شد اینجا را در میتم و دست کلتون هم خلاص. مولا صاحب، البته زندگی به شما واری آدم آسان است. به جای شما اگر ما می بودم باز خدا به خدا میسپردم. اما باور کنین او خودی زیاد در قصه من نیست. یگان وقت به خود میگم چی گناه کردیم که این قسم باید جزا ببینم. البته بازم هیچ چیز نمیفهمم. درباره او گار به شرف که براتان گفته بودم نی؟ پدرم از او بسیار زیاد قرضدار است. خانه ما کل چیز ما از او است. میخواین مکت از او عروسی کنم. از او احمق نفرت دارم. اما هیچ کس نمیخواه مرا درک کنه مولا صاحب. این طفلی که در عکستان است بچه تان است مولا صاحب؟ زیاد شیرین است. تشویش نکنین، چشمایم نظر بد نداره.
است که باش قروسی کردین نی؟ به خاطر که بچه‌تون زیاد قندول است. حالا اگه شما شکرگزار نباشین باز کی باشه؟ هموته نیست؟ راستی مولا صاحب خانمتان کجاستن؟ نمیرن که مام برایم از اینجا. مزدار معلوم میشه. به خدا مرا به خوردن دعوت نمیکنین مولا صاحب؟ بیازو به خاطر شما تیار کردیم. من سیر استم. بخورین که یخ میشه. مولا صاحب از کجا فهمیدین که من گشنه هستم؟ نوش جانتان. بسیار تشکر مولا صاحب. راستی من سیف داشتم. معاملی هستم. خوش شدم. بفرمایین. بسیار تشکر. آی اگه دوا انداخته باشه چی؟ اگه وقت دخو باشم در حقم کاری کنه چی؟ یک بار باید نمکش به چشم. خوب است. نوش جانتان. بسیار تشکر. فکر کنم سرم فهمید. فقط که مغز مخواد. آشپزخانه رو بی گل واریس. معلوم میشه که زنی زیاد با سلیقه است. مولا صاحب کی باشه یعنی؟ نه که خانومتان است. شما برین نانتان رو بخورین. چقدر یک آدم خونسرد است. خانم دویگو؟ ما دوایی را که چشم پشتش آمده بودین آوردم. بفرمایید. زنده باشین. اما با زحمت شدین. بیازو سبا پشتش می آمدم. خواهش میکنم. زحمت چی؟ بسیار خوب. پولش چقدر شد؟ هیچ مهم نیست. نه ببینین این قسم نمیشه لطفاً. اما حال خود دوا خانه نیستیم. سبا بیاین باز برم بدین. درست است؟ درست است. بازم بسیار تشکر. دویگو دخترم تو اینجا چی کار داری؟ دوایی را که ملا صاحب خواسته بودن از گدام آوردن برشان آوردم. ها وقت تو زود نامدی باز به تشویش شدم. دی منطقه آدمای بی سر پا زیاد است. چند دقیقه پیش پلیسا در اینجا یک دختر می پالیدن. خوب به هر صورت شبتان بخیر. از شما.
شب بخیر ملا صاحب. شب بخیر. بی دختر سرتون چشم سرخ کرده. یعنی مربوط من نمیشه، اما اگه من بجای خانمتان می بودم باز یک دقیقم تنها نمیموندمتان. نیکی من کدام گپ غلط گفتم؟ دخترم نیکی ندیدی؟ در خانه او آدم یک چبلی زنانه بود. من خود تو یک چیز ندیدم مادر. مچم تو چطور در یک نگاه همه چیز میبینی؟ یادی است چون چشمای تو بجز از او کسی دیگر را نمیبینه. دویگو پلیس ها و دزدی را که میپالیدن نیکی در خانه علی پد شده. علی هان؟ وقتی من از خانه و قسم بر آمدم حتما به تشویش ما شدی، اما تو نیست؟ نه ما به شفاخانه میرم. گفتی به شفاخانه؟ بچه نازم عاجل به شفاخانه بردن. مام گفتم یک بار برم ببینمش. مام بیایم پدر. خوب است حالا بیاین. شما در خانم نماز میخوانین چطور؟ ای وای مولا صاحب کی است؟ ملا صاحب ای بیادر ما را دوست دخترش ترک کرده. یام دست به خودکشی زده تحمل نتونسته. یک دوای قوی خورده. میدهشم ششتن. بعدا هم یک ماه بعد رگای دست خود زده. دستایش یک بار ببینین به این وضعیت خود رسانده. از سر تامیر میخواست خود پایین بندازه. گیرش کردم پیش شما آوردم. های الاکو بیادرم نمیخوایم که زندگی کنم. گپ زور است؟ بله اگه لازم شود گپ زور است. بسیار کار خوب کردی که اینجا آوردیش. خدا داد. دو دقیقه منتظر باش، ما پس میایم. گفت منتظر باش. مولا صاحب مهمان دارم. مهمانتون کی است؟ نمیشناسمش. کسی را که نمیشناسین او را مهمان میکنین؟ کت خدا داد آمده. خدا داد؟ دوستم است. مولا صاحب میشه که کدام وقت دیگه او را مهمان کنین؟ نمیشه، به خاطر که وضعیتش چندان خوب نیست. گفتین چندان خوب نیست؟ چرا؟ ببینین دیگه نمیخوایم منتظر باشن. شما مستقیم برین با اتاقتان خو کنین تا وقتی که من آمدیم از اتاقتانم بیرون نشین. درست است؟ درست است. مولا صاحب من زود میرم، چبلیای من میگیرم. راستش به خاطر که اونا نباید ببینن. ببین بیادر، نتیجه ایره که از گپای تو گرفتم این است که در اصل خداوند تو را کمک کرده، اما تو بجایی که شکرگزار باشی بازم رفتی که خودکشی کنی. ملا صاحب ورشکست شدم. دوست دخترم بیازو مرا به می خاطر الا کرد. ما عروسی میکردیم، همه چیزی ما تیار بود، اما او مرا الا کرده رفت. یک باری قسم فکر کن، اگه ورشکست نمی شدی باز شعر واقعی دوست دخترت دیده نمیتونستی. شاید دیگه پدر کل زندگی نمیفهمیدی که دختر به خاطر پول تو را دوست داشت. در واقعیت دوست دخترت تو را ایلا نکده، دور ایلا کدی اما خودت خبرم نداری. یعنی در اصل خداوند تو را از دست او نجات داد.
گوش کن، فراموش نکن. حقیقت همیشه یک چهره دگم می داشته باشه. اگه تو اصرار کنی که فقط یک چهره رو ببینی باز از بین میری. بعداً باز میگی خداوند چرا کمکم نمیکنه؟ ما چون مشی گناه کردیم که خداوند برم جزا میده همیشه اف میکشی. ایره هرگز فراموش نکن. زندگی دنیا فقط یک امتحان است و راه کامیاب شدن فقط صبر کردن است. شب بخیر. سیفدا کجاست؟ نمیفهمم. زود باش داخل برو. ای که داخل رفتی باز کل چیزا میفهمی. داخل برو. حالا دیگه سیفدا 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 کجا رفته؟ بریم بگو کجا رفته دختر؟ آقا براتون گفتم که نمیفهمم. نیک پیش شما نامد. سر پای استاد ماندین. برین بشینین با هم گپ میزنین. با من ایره بگو که سیفدا کجا رفته دختر؟ اگه نه تو را از بین میبرم. بیادرش از یک نفر به نام پیلوت قرضدار بود. به خاطر پیدا کردن پول از پیش من رفت. پیلوت مولا صاحب اگه بازم کدام خرابی کرد براتان بگویم؟ نه دیگه نمیکنه. یادت نره وعده کردی بار دیگه خودکشی نمیکنی، درست است؟ هیچ وقت نه ملا صاحب. بسیار زیاد تشکر. خب دیگه برین شبتون بخیر. شب بخیر ملا صاحب. شبت بخیر. بچه ما ایره چطور برای کلگی بگوین که یک نفر من خواهین برام. تو چطور با اعتبار ما بازی کده میتانی احمق بیشرف؟ برام جواب بده. نه که در قانون ما همراه زن و دختر کسی انجام دادن یک قسم یک کار رواست احمق. بگو آدم کسی. پیلوت بس است میموره. بان که رفته مردار شوه. تو برو موبایل جواب بده. حالا آیگار جوابته بگو ایگار چطور هستی پیلوت بیادر؟ چطور باشم دیگه ایگار؟ مصروف کار هستم. یک نفر به نام سینان حال پیش تو هست؟ هست یا نیست توی غرض نگی. موضوع رو بگو که چی گپ هست. پول ما دزدی کده پیلوت. برای زحمت میشه اما سینان چند دقیقه پیشت نگاه کن. مزدوت کده اونجا میرسم، درست است؟ نه
نمیشه اویگار. برات گفتم نه پول ما آورد. او بچه سر وقت پول بر ما آورد. ما وعده خلافی نمی کنم. از خود اعتبار دارم بچم. برات میگم که او پول از ما دوزی کرده پیلوت. او مشکل تو از اویگار بچش. اگه بگویی که در مشکل هستم باز بخوای من فوراً میایم. درست است که از تو یک جان قرضدار هستم، اما قوانین من زیر پای کردن نمیتونم میره بفهم. درست است بیادر، درست است. میبخشی که بزامت شدی. خدا یارت. احمق بیشرف، بلاده پس قوانینت. تو او پوله از اویگار سایکایا دزدی کردی بچی احمق. نه بیادر، ما دوزی نکردیم. یعنی او آدم کلان دروغ میگه؟ بیادر والله که ما دوزی نکردیم. ما او پول از خواهرم گرفتم. در او صورت خیلی خواهرش دوزی کرده. خواهر ما دخیل نساز. خواهرت خودت دخیل ساختی. گو سالی لوده ودت نساخته. حاله برو رنگت از اینجا گم کو، دیگه ای طرفا نبینمت. حرکت کو. نزدیک نشو، فایر میکنم. مشکله این مردم میفهمی که چی است؟ ودت؟ کاکگی ناق میکنن. در حالی که وقتی اسلحه را بگیری باز حتما باید فایر کنی. ای قصه ببرین بس اگا بندازین که بخورنش. میفهمین که من جسد هیچ خوش ندارم، نفرت دارم. شب بخیر. یاشار، تو چرا این کار اعلام میکنی بچه؟ ها؟ مشکل چی است؟ به خاطر جبرانش هر کاری از دستم بیاید انجام میدم. وعده میدم.